سلام دوستان، امروز با آموزش ساخت سرور VPN در خدمت شما هستیم. در پایان این آموزش میتونید با نرم افزارهایی مثل سیسکو کانکت یا اوپن کانکت به سرور متصل بشید. ابتدا نرم افزار پوتی رو باز میکنیم. نرم افزار پوتی رو میتونید از وبسایت خود این نرم افزار دانلود بکنید. برای ورژن های مختلف و سیستم عامل های مختلف وجود داره. IP رو در قسمت هاست نیم یا IP آدرس وارد میکنیم. در اینجا نام کاربری که در اکثر سرورهای لینوکس روت هست، این هم توجه کنید که باید یک سرور اوبونتو تهیه بکنید و پسورد. بعد از اینکه لاگین شدیم باید این دستورات رو به ترتیب وارد بکنیم. این دستورات در قسمت دیسکریپشن قرار میگیرن. در اینجا عدد 1 رو وارد میکنیم. این مرحله ممکنه یک کم طولانی باشه. در اینجا یک نام کاربری برای اکانتی که میخوایم بسازیم انتخاب میکنیم، به عنوان مثال علی، و پسورد 1 2 3 5 و پورت رو انتخاب میکنیم. من روی همون 433 میذارم، میتونید روی 80 هم بذارید یا غیره. و پورت UDP که فرق نداره، از UDP استفاده نمی‌کنیم. و در اینجا دستور آخر رو هم میزنیم. و تمام. اینتر میزنیم تا خارج بشه. حالا با اطلاعاتی که در دست داریم میتونیم به سیسکو کانکت، در واقع با سیسکو کانکت به سرور متصل بشیم. IP سرور رو به همراه پورت وارد میکنیم و روی کانکت کلیک میکنیم. نام کاربری و پسورد. و متصل شد. و مای IP آدرس میتونید همونطور که دارید مشاهده میکنید همون IP سرور VPN هست. و به عنوان مثال یوتیوب هم باز میکنیم که اما 2 نکته رو باید بهتون بگم و اونم این که برای مدیریت کاربران این دستور رو وارد بکنید. روی در واقع 6 رو وارد بکنید و در اینجا میتونید لیست کاربران رو دریافت بکنید. با عدد 0 با عدد 1 یک کاربر جدید اضافه بکنید. با عدد 2 یک کاربری رو حذف بکنید و با عدد 3 یک کاربری رو غیر فعال بکنید، یک اکانتی رو. برای افزودن اکانت جدید گزینه 1 و
و به این شکل. در اینجا برای حذفش یوزرنیم اکانت رو وارد بکنید و حذف میشه. برای تغییر پورت در اینجا وارد بشید و در قسمت TCP پورت اینجا به عنوان مثال بذارید 80 و روی کنترل X کلیک بکنید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. موفق باشید.